الرحمن الرحیم. در سبا امروز استخوان بعدی را که ما شما می‌خوانیم تحت عنوان استخوان پتیلا یا استخوان عینک زانو است. استخوان پتیلا یا استخوان عینک زانو را گفتیم که بزرگترین استخوان سیستموئید است. استخوان‌های سیستموئید هم استخوان‌هایی که به شکل مدل یا نقطه مانند در بین عضلات قرار است. از بنابر این بزرگترین استخوان سیستموئید در بدن میباشد و به صورت عموم این استخوان ما میگیم که دارای شکل دیسک مثلثی میباشد، یعنی شکلش فلت یا هموار ولی به شکل چی است؟ به شکل مثلث است، یعنی شکل کسیتوری است ولی مثلثی یا سلولی است که به صورت عموم میگیم این استخوان از دو وجه یا سطح تشکیل شده، یکی سطح انتریور یا پیشروی و دیگر سطح پاستریور یا خلفیش است و میگیم که این استخوان دارای سه باردر یا سه سرحد می باشد. اول سوپریور باردر یا سرحد علوی، یک سرحد انسی است یا میدیل باردر و دیگر سرحد وحشی است یا به نام لترال باردر یاد میشه. پس بنابراین سه باردر است: باردر علوی، انسی و وحشی. و دیگه گفتیم که این استخوان قسمت باردر یا کناری یا سرحد علوی از این به نام بیس یا قاعده و محل وصل شدن کناره انسی و وحشی را به نام اپکس یا ذروه یا نوک یاد میکنند. و این استخوان میگیم که در قسمت وجه خلفی یا در عقب خود همراه با قسمت پتیلر سرفیس استخوان فیمور سطح مفصلی تشکیل میده یا مفصل گردیده است. و من الله